سرخط مهمترین خبرها: مهاجران در سال 2022 به طور رکوردی روسیه را ترک کردند. عبدالقادر عبدالقهار از پرزیدنت عفو 4 خبرنگار را خواست و پیامد بارانگری ها در تاجیکستان. درود بیننده عزیز، با امید روز و روزگاری خوش برای شما برنامه نویدی بامدادی را آغاز میکنیم. امروز 9 نوامبر است. معلومات راست نشان می‌دهد که در دوام 8 ماه سال 2022 شمار رکوردی مهاجران کاری روسیه را ترک کردند. طبق اطلاع رسمی از ماه ینور تا اوگوست امسال بیش از 506,000 نفر روسیه را ترک کردند که 62 از 5,000 نفرشان مهاجران کاری هستند. طرح ما میتوانیم شرح دهیم که این موضوع را تحلیل کرده است. میگوید حتی در دوره پاندمی کرونا ویروس اینقدر مهاجران روسیه را ترک نکرده بودند. شهروندان اوکراین تا آغاز جنگ برای کار به روسیه بیشتر می رفتند. طبق آمار 8 ماه سال 2021 اوکراین از روی شمار مهاجران کاریش در بین همه کشورهای خارجی در جای دوم بود. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین ماه اکتبر امسال گفت سیاست مهاجرتی آن کشور باید تغییر و تمام مشکلات احتمالی به اینابت گرفته شود. کارشناسان برای نظرند که شرایط برای مهاجران به طور جدی سخت‌تر خواهد شد. عبدالقادر طلبکوف، روزنامه‌نگار و مدیر کتابخانه به نام لاهوتی دوشنبه، خواهان عفو 4 خبرنگاری بازداشت شده و زندانی شده است. او روز 8 نوامبر در صحیفه‌اش در فیسبوک از رئیس جمهوری تاجیکستان خواست عبدالستار پیرمحمدزاده، عبدالله غربتی، زوقبک سعید امینی و دلیر امامعلی را به مناسبت 30 سالگی اجلاس 16 شورای عالی ببخشد. عبدالقادر عبدالقهار در فیسبوک نوشته است آنها در دوشنبه بودند و به عدالت اعتماد داشتند و از پی اصلاح کمبودی‌های جامعه جهد داشتند و اظهاراتش را در فیسبوک از نام فعالان جمعیتی و کاربران شبکه‌های اجتماعی نامیده، اما از افراد مشخص نام نگرفته است. 10 نفر در زیر نوشته عبدالقادر عبدالقهار در فیسبوک شرح گذاشته از آن پشتیبانی کردند. شفقت محمد، یکی از نمایندگان مخالفین، در آنجا نگاشته است اینها چه گناه کردند که باید عفو شوند؟ باید آزادی آنها هیچ قید و شرطی نداشته باشد. زوقبک سعید امینی به 7، عبدالله غربتی به 7.5 و دلیر امامعلی به 10 سال زندان محکوم شدند. بررسی پرونده عبدالستار پیرمحمدزاده پس درهای بسته ادامه دارد. مقامات آنها را به افراط‌گرایی و همکاری با سازمان‌های ممنوع و نشر اخبار دروغ ابدار کردند. خودشان میگویند گناهی ندارند و زیر شکنجه بیانات دادند. بعد دوباره بازگشتن طالبان به قدرت در افغانستان، زندگی همجنسگرایان در این کشور به مراتب مشکل شده است. آنها میگویند از ترس کشته و شکنجه نشدن مجبورند که در خانه بمانند. تفصیلات در گزارش زرانگیز نوروز شاه. خب ترس ما از طالبان خیلی زیاد است. زمانی که ما اونا را میبینم، البته ما همجنسگرایان، حس بسیار ناخوشایند به ما رخ میده. خون در رگ‌های ما خشک میشه. این جوانی 23 ساله هر روزش را با ترس و نگرانی میگذراند. او هم جنسگرا است و به دلایل امنیتی نمیخواهد شخصیتش فوش شود. ما اینجا نابود میشیم، نسل ما نابود میشه. ما همجنسگرایان مظلومترین قشر جامعه هستیم. هرچند در افغانستان زندگی برای همجنسگرایان هیچگاه آسان نبود، اما این ساکن کابل میگوید با حاکمیت دوباره طالبان در بیشتر از 1 سال اخیر شرایط سخت‌تر شده است. زمانی که طالبان اینجا آمدن ما چاره جز از پنهان شدن نداشتیم. در خانه های خود پوت شدیم، درس خواندن نمیتونیم، کار کردن نمیتونیم. دیگه با خصوص که بای فرند خود ما گشت گذار کردن نمیتونم، چون هدف از ما معلومدار است. از دیگر باشان جنسی افغان مکمل نفرت دارن و آنها را به شدیدترین وجه شکنجه میکنن، حتی به قتل میرسانند. از خشونت به همجنسگرایان در افغانستان گزارش‌های زیاد میرسد. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید موردهای زیادی از کشتار، تجاوز جنسی و خشونت جسمی با این قشر جامعه را در بیشتر از 1 سال گذشته در افغانستان ثبت کرده است. ما موردهای قتل، تجاوز جنسی، تهدید و حمله‌های جسمانی را به آنها ثبت کرده ایم. این خشونت‌ها در بعضی موردها مستقیم از طرف اعضای گروه طالبان و در حالت‌های توسط شخصان صورت گرفته است که با برگشتن طالبان خود را قدرتمند حس کردند.
طالبان که در ماه اوگوست سال 2021 و پس از 20 سال دوباره در افغانستان حاکم شدند، همجنسگرایی را خلاف ارزش‌های اسلامی و گناه می‌دانند که سزاوار جزاست. افغانستان های کشور اسلامی است، اینجا همجنسگرایی جرم است و جامعه ما میره نمیپذیره و اسلام هم میره جدا رد میکنه. بنابراین ما در جامعه خود نداریم هم چون کسایی اگر بعضی از افراد از اثر اشغال پیدا شده باشند طبعا که خلاف جامعه و ارزش‌های دینی ماست، جلوش گرفته خواهد شد. در افغانستان تبعیض، بدرفتاری و خشونت با همجنسگرایان نو نیست. به این قشر اکثریت با نفرت می‌نگرند. گروه آنها را بیمار می‌خوانند و صحبت درباره آنها در رسانه‌های محلی افغانستان تابوست. شمار افراد دیگر باش در افغانستان مشخص نیست، اما یک سازمان بین المللی دفاع از حقوق همجنسگرایان میگوید با آمدن طالبان 200 دیگر باش افغان از این سازمان تقاضا کردند که آنها را از کشور بیرون برند. زمانی که طالبان کابل را تصرف کردند 200 نفر در فهرست ما داخل شدند که به کمک نیاز داشتند. در همکاری با دیگر سازمان ها توانستیم تا حال 22 نفری آنها را به کانادا انتقال دهیم. 8 نفر دیگر را به اروپا فرستادیم. شمار زیادی دیگر هنوز در انتظارند. بارانگری های روزهای اخیر باعث بلند شدن سطح آب در رودخانه ها شده است. کاربران رادیوی آزادی با ارسال این نوار گفتند به قشلاق عجمی ناحیه شهر نو سیل آمد. خسارات این حادثه معلوم نیست. در پی بارشات زیاد حرکت در چند راه اساسی کشور نیز مشکل گردید. از جمله روز 8 نوامبر راه دوشنبه خاروق بسته شد. همچنین رواق در راه دوشنبه چناق نیز مشکل شده. فعلا ماشین‌های بارکش نیز موقتا نمی‌توانند از آن عبور کنند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان در یک خبرنامه گفته است روز 9 نوامبر نیز باران‌های شدید در ناحیه‌های کوهی و نزدیک کوهی تابع جمهوری، ولایت‌های سوغد و ختلان و ناحیه دروازه بدخشان ادامه می‌کند. این نهاد هشدار داده است که خطر آمدن سیل، ریزش سنگ باقی مانده، احتمال بالاروی سطح آب دریاهای یاخسو، قزلسو و رودخانه‌هایی که از قطارکوه‌های حصار جاری می‌شود وجود دارد. تیمور رحیموف ورزشکار شناخته تاجیک شام دیروز از آذربایجان برگشت. روزنامه مشعل ناحیه مسجح نوشته است تیمور رحیموف از طریق گذرگاه فاتح آباد وارد تاجیکستان شده است. این گذرگاه در مرز با ازبکستان جایگیر است. این ورزشکار که با نشان طلا از مسابقات گرند اسلم باکو برمیگردد، رئیس ناحیه مسجح اعظم علیزاده و دیگران پیشواز گرفتند. به اطلاع تلویزیون ورزش صبح امروز تیمور رحیموف به دوشنبه میرسد. یادآور میشویم که تیمور رحیموف در مسابقات اخیر گرند اسلم در باکو صاحب مدال طلا گردید. این اولین مدال طلای جودوکاران تاجیک از سلسله مسابقات های گرند اسلم است. همکاران ما در مراسم پیشوازی تیمور رحیموف شرکت دارند و در برنامه اخبار برایتان تفصیلات بیشتر خواهیم داد. بخش یک روز تاریخ در تقدیم همکارم خرامان بقازاده مهمترین تحولات تاریخی در روز 9 نوامبر را فرا میگیرد. نوامبر سال 2012 مقامات مهاجرت بر اساس آمار رسمی گفتند 50,000 نابالغ تاجیک را در میان مهاجران در روسیه حساب کردند. برخی آنها هنگامی کار و برخی با سلامتی نگران کننده ثبت شدند. مقامات تاجیک گفتند کاری کودک و آن هم در مهاجرت در کشور دیگر مشکل جدی می باشد. روسیه برای هر ساکن نهم و دهم در تاجیکستان مکان اصلی کار و درآمد شده است. نوامبر سال 2018 اتحاد اروپا برای پاککاری پرتوگاه‌های رادیواکتیو در تاجیکستان و قرقیزستان و ازبکستان $10 میلیون جدا کرد که این بخشی از کمک‌های جامعه بین‌المللی برای امن و بخطر نگه داشتن پرتوگاه‌ها میباشد. در شهرک دهمای و شهر استقلال تباشری سابق از زمان شوروی 10 پرتوگاه رادیاسیونی مانده است که در آن حدود 55 میلیون تن ماده‌های دارای رادیواکتیو نهفتند. از اوران تباشر نخستین بمب اتمی SSSR ساخته شده است. 9 نوامبر سال 1917 هنرپیشه معروف سینمای تاجیک عبدالسلام رحیموف تولد شده است که در 82 سال عمرش 10 نقش را در سینما و تئاتر به نام لاهوتی آفریده است. تماشابینان او را از روی نقش‌هایش در فیلم‌های مرگ سودخور، اسرار عائله غیورفا، صبح جوانی ما، زمرد و دیگرها یاد دارند. رحیموف از کمترین هنرپیشگان تاجیک است که نامش در دانشنامه سینمای آمریکا ثبت شده است.
قرب روبل روسی شبانه روز گذشته کم بالا رفته ارزش دلار آمریکایی باشد کاهش یافته است. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 162 سومانی برابر بود. 100 دلار آمریکایی باشد به 1060 سومانی عوض می شود. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 9 نوامبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مهلت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید.